چشمه‌سار معنایش همین است که این دهه‌ای که ما در اینجا قرار داریم ما برای کوه‌هایی که هستند در همانجا بسیار چشمه‌های خوب بسیار پیدا اصلا از قدیم الایام هستند. برای همین چشمه‌هاش که بسیار هستند با موافق همین چشمه‌سار نامیدگی هستند این قشلاق‌ها. حاضرم من چقدر اقلیم شرایط گرم شدم پس این چشمه‌ها خیلی کم شدگی حاضرم یک سه جوبه چشمه میبراید هسته. با هر یک محله نقطه‌های آب نوشاکی برآوردگی هستند. یعنی مسئله آب نوشاکی چشمه‌ها در اینجا بسیار بای است. با همین سبب هم چشمه‌سار نامیدگی هستند. رفتیم ای بالا آب آوردیم. 5-6 خیل خبروی پلاستیکی قطعی آوردن همینجا 10-20 جونده از چشمه آب آوردگیم همین نام دهه چشمه‌سار را گرفت. این نام قشلاق‌های بیرون مونده بودند. برای در دیگر جا الکی یک دونه دو دونه هم آب نبود لیکن در ما یک باره 15-20 نقطه آبی چشمه جاری گشت. این دهه نام چشمه‌سار را گرفت. این دهه گرمی بد نیست. به هر حال برای مخصوصا اون چیزی که ما کشت کار میکنیم مساعد است. سلقین. مخصوصا مردم این دهه با چرواداری و زراعتکاری از جمله اینچنین باغداری مشغول از زنبور پروری. من فکر میکنم اون چیزی که من اینجا گفته گذاشتم اینا همش با باد و هوای دهه چشمه‌سار مساعد است. چرواداری در این دهات‌های ما از قدیم الایام چروادار بودن. حاضرم چرواشون با در دور استقلالیت خیلی رشد کردگی است سبب که همه مال چروا در دست دهقان است. شماره سرشمار مالها خیلی زیاد شدگی هستند. مردم ما از حساب همین دهقانی و باغداری و چرواداری زندگی خودشان را برده ایستادند. من فکر میکنم بعدی قبول قانون درباره تنظیم و عنعنه و رسم و اینها یک باره آهسته مردم شماره چروا در دهه زیاد شد. حاضر تماما زیاد است. پیش مردم مثلا تا 15-20 چروای کلون شاخدار داشته باشد 30-40 تا از چروای خرد دارد. نداشتگی آدم چروا نیست در دهه. بعد همین قرار قبول قانون شماره چروا در دهه تماما زیاد شد که حاضر همین دهه چشمه‌سار اگر پیشتر 2 نوبت مال برای بونی می‌بردن حاضر 6 گروه شده گرد. از حسابی زیاد بودن چروا هست که چرواداری بسیار رشد یافته است سال تا سال. هر یک خوجگی ها 1 2 3 تا 5-6 گاو دارند. گوساله پرورش میکنند. از همون فروش چروا هم پول مییابند برای زیست و زندگی خود. انا ساحه سیومی که مردم شریف لخش بولو سر و کار دارد این باغداری است. باغداری میوه پروری اساساً در ما درخت سیب زردالو نغز می شود. از سیب درآمد خوب میگیرند مردم. انا مردمی مهنت قرین است. می زندگی ما 6 ماه در ما قریب کی زمستان است. نمی ماه نوامبر که خنوکی میدروه نوامبر برف میبارد همین قطعی تا ماه مای اندک کشت کار سر می شود. همین با سبب گرمشوی اقلیم بعضا ماه اپریل اندانی زمین تیز سیاه می شود.
лахши қадимаи ту монда зирахши рустам сад умр ҷовидони то ҳаст ҷумла одам сурхоби сурх обат дарёи зиндагонист чун хуни тоза умре дар пайкари ту ҷорист картошкаи ту нав нест каҳтушаи қадим аст реги равони муксуд тиллову зарру сим аст лахши қадимаи ту монда зирахши рустам сад умр ҷовидони то ҳаст ҷумла одам زندگی مردم در دور حاضره خیلی خوب است. این با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روز تا روز همه زمین باغ و راغ در دست دهقان که است روز تا روز زندگی مردم خوب شده ایستاده است. اساسا در اینجا کشتکاری کارتوشکا میکنن، باغداری میکنن، عسل پروری میکنن و اقلیم شرایط دهه ما برای کشتکاری کارتوشکا خیلی خوب است، موافق است. کارتوشکای لخش نامی این محل به درازپایه میگن که اصلش به این تاجیکستان چیل است که همینجا با دستگیری عالمان و در اینجا پونکت تکیهگاه تخم پروری است همین وقتی در همین جو در همین لخش استحصال کرده برآوردگی هستند. این نوع با شرایط اقلیم همین دهه ما مطابق است برای همین هم حاصل خوب میتید همون وقت حاصلش خوب میشد که هم به شرایط های اگروتکنیکی آن رو به درجه اجرا کنید نورهای مینرالی دسترس شده باشد آب رو بسیار طلب میکند نورهای مینرالی رو بسیار طلب میکند لیکن بسیار نوعی خوب است. زندگی در دهه سال از سال بهتر شده رفته ایستاده است. مردم کشتکار رو زیاد کرده ایستادن، خب باغداری رو و دیگر نمودهای زراعتی که برای آنها ضرور است زیاد شده ایستاده است. زندگی مردم من فکر میکنم زندگی بعد ممکن یگان کس نداشته باشه در این دهه. شغل اساسی مردم که نسبت به زمین و باغداری و این چنین عسل پروری و دیگر نمودهای چی زیاد است سال تا سال استحصال در دهه چشمسار هم از کارتوشکا یا که از زنبور پروری باشد و که زراعتکاری باشد زیاد شده. مثلا پیشتر سالهای پیشتر حاصل کارتوشکا اگر هر یک همه شخصانی که 20 سال به همین شغل اساسی کارتوشکا کاری باشد اگر 10 تن میگرفتگی باشد عین حال تا 20 تن 30 تن کارتوشکا از زمین میریونن جمع‌آوری میکنن. از عیناً وقتی موسمی جمع‌آوری حاصل است از ما همینجا میشینیم دیدیم تماما حاصلی نظر راست گرفتن مخصوصا امسال. همچون جماعتی کارتوشکاکور شهرتی بینظیر خود را پیدا کرده بود. امروز هم 42% کارتوشکای ناحیه لخش رو همین مردمی لخش بالا میدهند. مساحت عمومی جماعت لخش بالا 58,000 گکتار تشکیل میدهد که در این همین شکارگاه ها، سیاحتگاه ها، کوه ها داخل می شوند. یکی زمینی که کارتوشکا میکاریم ما 2,000 گکتار رو تشکیل میدهد. من اولش آموزگار هستم
آموزگار هستم تا ابیتا تا نصف روزی را آموزگاری کار میکنم. بعد اسب نگاه میکنم. دوستداری اسب است پیچ شما؟ بسیار اسب دوستدارید شما؟ بله من اسب همچون یک یاری انسان، یک رفیق انسان میبینم. انا بعد او کچکا پروری میکنم. حاضر وقت کچکا را کندم. بعد امی خونه زمین دا پامیلدور، سبزی، سیب همشه جمع آوری دارم. در برای اسب سواری تان کم ترک نقل میکردید برای ما؟ اسب سواری من ای خوردیم از پدرم یاد گرفتم. چوانداز بود؟ پدر من نامی چوانداز نوحیه لخش بود. دویم در پیش خانهش یک اسب بستگی بود. من پیش کودکیم پیش پدر میرفتم و همین اسب سواری از خوردیم یاد گرفتم. تا حال من دوست میدارم اسب پرورش میکنم. در خانه من 2 اسب دارم. با 1 هکتار زمین خودجگی دهقانی دارم. هر سال من 1 هکتار زمین در کچکا میکنم و تونشتا 35 تا 40 تونه را من کارتوشکا میگیرم. آفرین. از کارتوشکا من خانه و درس کردم، ساختم. بعد مول هول کردم. بعد فرزندوم صنف 11 تمام کردن. دانشگاه های دوشنبه و رشت داخل کردم. الکی کارتوشکا را ذخیره کردید شما؟ بله ذخیره کردگیم کارتوشکا را. چند تون گرفتید امسال؟ امسال قریب 35 تن گرفتم. لیکن پیش پزک بود، کچکای سفید بود، کچکای بود پیش پزک سرخ بود. او را ماه آگوست کندم و فروختم و حاضر ذخیره کردم. یک دراز پله کارتوشکا است تا بهار خوب میسته. بهار کمتر ممکن که حاضر مردم بسیار میفروشند. بعد من بهار با ارزانتر همی ما دهقانا دویم ارزان میفروشیم که آدما ما شهر میبر میفروشیم. در شهر آدما بسیارتر کارتوشکا میخرن. یک نرخ ارزانتر قطعی بوده میفروشه. تیراما موافقی طلبی همین مردم شد. این حاضر عین حال کمتون مثلا در صحرا موندگی مسئله حاصل گونداری الکی گوند داشتن هوا مساعد است، سالخین خنکی نیست. حاضر تا حال سرما نزده است. سالی گذشته این روزها چندین مثلا کارتوشکا زراعت رو سرما زده بود. این سال حاضر همه اینا دیده شده. سبچینی نو آغاز شد. مردم در بسیار در مهلت 10 روز همه حاصلایی که در بیرون دارد جمع آوری کرده میگیرد. امسال همه طرفاً سالی خوب آمد برای مردمی دهه چشمه‌سار. بسیارتر سیب در ناحیه لخش بود هوا اقلیم جیرگاتول ده سیب بسیار مساعد می باشد که سیب ما چیش میکنیم پرورش میکنیم. این سیب را امروز چیندیم. پگاه بود هوا خنک شده است. سیب را چیندیم. سیب پرورش داریم. در پدوالم 1-2 تن سیب انم خیل ذخیره کرده. من بسیارتر شفتالو در ناحیه لخش کمتر شفتالو نمی شود. لیکن ما همون شفتالی را شنوندیم. بعد شنوندیم که شفتالی شید. پیش وقت همین شفتالو را بسیار مردم این ناحیه لخش نمیکردن. اینا چندین سال میشه که من شفتالو میشنونم. اینا شفتالو شده است. با نیهالش از دونکش من میکرم و بهار شوه مردم را تقسیم میکنم بیکور. لیکن سیب پرورش میکنم. سیب نیهالش پیوند میکنم و پرورش میکنم. سیب میفروشم. سیب چیشه نه
сева ниҳолша уна ниҳолош қариб шундагим ки ӯ баъди 1 сол 2 сол калон меша ба бозор мебурорим мефурӯшим. дар ин масоҳате ки дар ихтиёр доред чанд намуди себ парвариш мекунед шумо? дар ин боғ мо аслан 2 намуди себ парвариш мекунем, яъне 3 намуд. Крипсон, хубонӣ мегӯянд, баъд голден мегӯянд, яъне себи золатой мегӯянд. ҳамин 3 намуди себ парвариш мекунем. ҳосилнокӣ имсол чӣ гуна аст дар ноҳияи Лахш, дар деҳаи Чашмасор? дар деҳаи Чашмасор خیلی نظر به سال‌های پیشتر امسال یک نوع سست‌تر است. خیلی امسال سیب حجمش خردتر است که صفتش تازه است. به نقص. حجمش معده‌تر است نظر به سیب‌های پایون، سیب‌های ما معده‌تر است. لیکن گرفتن سیب بسیار است. بسیار می‌بندند درختان. درختان بسیار می‌بندند. حاصلمون یک حاصله اونه که از زمین هم علف میگیریم، از یک قسمش جگوری میگیریم، از یک قسمش کارتوشکا میگیریم، از یک قسم دیگه اینجا با سبزی داریم، سبزی میگیریم. سبزیجات، پمیدور، کاپوست هم خیلی چیزا میکنیم. اینا رو میگیریم برای ذخیره زمستانمون، تیرما و زمستان و بهار. از مشاهده ها کارتوشکا امسال در ناحیه لخش مخصوص در دهه چشمسار مثلا حاصلناکی زیاد شده است. حاصلناکی سازه بهتر است. چقدر حاصل گرفتید شما امسال؟ من از 30 سوتیق زمین کارتوشکا کردم، 5-6 تن کارتوشکای کلان گرفتم، 2 تن کارتوشکای میده، یعنی 7 تن کارتوشکا گرفتم. سیبوی لخش طعمی مخصوصی خودش ندارن. از سیبوی دیگه جو فرق مینن. همه آدمای دیدگی میگن که سیبوی دیگر همین سیبوی کلونه، لیکن وقتی که میخری طعم ندارن، مزه ندارن. لیکن در ما اینا بدوری از جهت اکولوژی تازه ترین سیبویی که مزه خودش ندارن. زردولو پروری هم هست. بعضن زردولوها را میتکن قاق میکنن. در زیر آفتاب در سایه قاق میکنن، لیکن به فروش نمیبرونن برای خوردن خودش. همین یک خصوصیت مردم در اون است که بسیار وقت همون خورد و خوراکش نه از زمینای خودش میگیرن. مثال همین مردم ما گندم بکارن، اگر 10-20 قاب گندم میگیرن، یک ساله اردشو هست. ماه دکبر ینور بوده و فروش میبرونیم. اگر ماه دکبر ینور اگر فروختن نتونیم، باز تا ماهای مارس تو اپریل و مای تا مای هم نگاه می‌داریم. اما ماهای مارس تو اپریل و مای بعد برآورده بود سوار می‌کنیم. من خودم در خانه مردم خودم می‌خرند. همین بهاری برای خوردن خودشون همین مردم ناحیه همش میان همینجا می‌خرند همین سیبا. سالای بود که بر وقت ما تا ماهای دکبر تا 15 دکبر هم سیبا میشینیم. حاضر یک چند سالهای حاضر نو اکنون خنکی بر وقت میبیاد، هوا خنک میشد تا همین دهمای نوامبر حرکت کردن در کاری که جنبش کردن در کاری. دهم 15 نوامبر بعد خنک میشود، در سر شوخ هم سرما میزنه. تجربه باغداری ما اکنون وابسته از 25 سال زیاده از 25 سال شد که خیلی همین باغ پرور هستیم، باغ داریم، دهقانی میکنیم. مقصد که در تگ سیبا در تگ نیهالو علف میشود، کارتوشکا میشود، سبزی میشود. اما نه این سبزی میشود. سبزی اگر تگ خوب ماند ماه دکبر هم چی نمیشود؟ نه، ما اگر تگ برف ماند
اگر خنک شود تاگی برموند بهارم میکندن میگیریم اینا هیچ گپی ندارم سرماش نمیزنه تو حاضر چه خیلی است؟ میگیم تیار است؟ حاضر تیار است حاضر کنده میبینیم هیچ ضرری ندارد من حاصلداری حاضر نمونم همین من همین حاصل سبزی من همین است سبزی برای فروش نیست برای نه این برای استفاده خوجگی برای خوردن خود ما خوجگی من سبزی در ما اصلا نوهای سیب خوبانی میگیم بعد گلدن شسپور من اینجا خیلی که شما دیده سیب های زرد و جاناتان میگیم و آب آلماتینسکی آپورت است باز خوبانی هست سیمرینکا هست اصلش یک قریب که 12-13 نوهای نوی سیب در اینجا حاضر انکشاف یافته یکی از مردم علاقه کشتی کار کرده پیوند کرده نوهای آن را زیاد کرده ایستاده انا سبب که زمین شرایط اقلیم ما برای باغداری خیلی خوب است نه اونقدر گرم و نه اونقدر خنک است همچنین یک حرارت معتدلی است که برای باغداری خیلی که من از سیب‌ها رو دیده است نوهای صفتش بلند و آبناکی اون و شیرش مقداری قند هم در آن خیلی زیاد می باشد چقدر اگر در بازار سیب‌های دیگر همین نوع‌های سیب دیگر ناحیه‌ها را اگر مقایسه کنیم صفت این یعنی مزه این سیب‌ها فرق می‌کند خیلی خوب است من این جیگاری خیلی که حوض گفته گذاشتیم که خیلی مسئله جیگاری و دهقانی یعنی که حوض در مسئله جیگاری گپ زنیم حاصل این وقتی که چیرمو میشد حاصل این گرفته اولین کپکه اولین میگن و کپکه اولینش شیرپز میشود همین وقت گرفته کنده پخته برآورده در کوچه با فروش میمونیم خیلی مردم میخرن آخری و بازار میبرونیم و پیشوی مکتب بوده میفروشیم خیلی زندگی نظر به کارتوشکا در زمان حاضره در وقتی زمینایی که کسل هستند این فایده آور است برای ما هم خیلی مهنتش کمتر است لیکن خیلی فایده آوریش سوز است تا 10-15 هزار سامانی را مثال سودا میکنیم خیلی زندگیمون میشود انا بعد این دویم کپکش سر میشود دویم کپکش همین یکی چیندیم آوردیم در زمین مثال حوال کردیم انا اینا برای گو مول برای مرغ انا برای همین چیزهایی که مثال حیوانات هم برای همینا میتیم این برای آدم پخته در سودا برآوردن نمیشد این علاقه اوجه سخت شده است من یا نمودی دهقانی ما یعنی که همین جگوری است های کارتوشکا هم از دهقانی سیب نگاهبین میکردن دهقانی زندگی برای زندگیمون همین چیزا است اکنون همین هم انتخاب کردیم که جگوری برای ما یعنی که فایده آور است ایراد اینجا بچه‌ها که میآیند میگه کسب چیکار می‌کنی کار نکن میگه من نکار کرده هستم همجا من اینا که برای اسبا نال درست میکنم با توار تیشه برای زمستونا با پیشکار درست میکنم برای خونان در گرم کننده
و هم اسبابا را راست میکنیم توار کدمان و زاغن و بالا بتر بود چیزتون دا توار در کار میشود تیشه برای ایزون اینا کدمان در کار میشود برای زمین کنی نه زاغن لو در کار میشود همتر چیزورا البته هنرمندی هم موافق طلبات زمان خیلی رشد کرده ایستاده است از یعنی هنرهای قدیمی را حاضر جوانان یاد گرفته مخصوص مقطعهای اساسی تشکیل کرده ایستادند مانندی مثال من زینی اسب کتمان و نقشگیر و همین خیلی اسباب‌های آهنین اسباب‌های چوب تراشی و غیره ها خیلی رشد کرده ایستاده سال تا سال زیاد کرده ایستاده است این سبب که اگر ما نگریم 10 سال 20 سال پیش قریب که از بین رفته بود من این در دور استقلالیت دولتی که آن چیزها به دست مردم آمد گشته رشد کرده ایستاده زیاد شده ایستاده هم این هم البته یک پیشروی است این هم یک پیشروی جامعه است من هم چیزا را مثال ای پدری مونده که همین کار با استفاده برده و خلق خدمت کنم باید بچه ها را با آموخته با همین کسب هنر با پیشروی کنیم با بسیارتر کنیم مثال استوا را بسیار کنیم نه آهنگارا را بسیار کنیم در همین ده همون هم خدم طاقت همتری استاگیر همون خدم پیشروی بوده است همین کار مقطعی خلق خدمت شبود کرده ای پولش هم میگیرم باید زندگی ما پیش برده ایستم همین کار کرده آهنگری قیینی نداره همین یک دو آدم باشه تمام دودر اینه دودر میشه کار کنیم این ده کس باشه تمام یکم کار قیین نیست کرچکه میکوریم با دهقانی میکنیم این دهقانی را بود کرچکه را جمع کرده اینا که دو کار کرده ایستیم همجا در دهکاری نیست همین کار خطی با زمستانه را توار تیشه بالا بتر روز کرده همجایی کس به قشلاق شما مهمان شود خوش دماغ از باغ و از بستان شود از سعادت هایتان شادان شود از سعادت هایتان شادان شود شادان شود شادان شود اینقدر زیباست قشلاق شما سکلی دل هاست قشلاق شما آب شیرین از در جوی شما لطف و احسان از در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما سقلی دل هاست قشلاق شما